خبرکشی و نتیجه آن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند سخنچین وارد بهشت نخواهد شد. روایت مسلم. نمام یعنی سخنچین یا خبرکش کسی را میگویند که سخن یکی را به دیگران میرساند تا در بین آنها نافهمی و جنگ و نزاع و فساد برپا کند. سخنچینی و خبرکشی با اتفاق تمام علما و مجتهدین امت از گناهان کبیره به شمار می رود که عاقبت آن خیلی خطرناک است. خبرکشی پیامدهای خیلی بد و ناگواری دارد که در جامعه امروزه آن را مشاهده کرده ایستاده ایم. برهم خوردن عائله ها، دشمن شدن دوستان با همدیگر، پیدایش کینه و بدبینی در بین مسلمانان، به زندان روانه شدن بیگناهان، همه اینها نتیجه سخنچینی و خبرکشی است. سخنچینی و خبرکشی مسلمانان را حتی به جان هم می اندازد که نتیجه آن به قتل و خونریزی تمام می شود. العیاذ بالله. سخنچین و خبرکش که سببگار این همه بدبختی ها می شود، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که سخنچین و خبرکش داخل بهشت نخواهد شد. پناه به خداوند از شر سخنچینان و خبرکشان. متن عربی حدیث چنین است: عن حذیفة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم.